من عادل سادات کاندید مستقل به حیث رئیس جمهور افغانستان اعلان حکومت می کنم و من رئیس جمهور افغانستان در تبعید هستم. ملت غیور افغانستان متحد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت و زمان آن فرا رسیده است که بی‌عدالتی ها در افغانستان در مقابل بانوان افغانستان خاتمه یابد و بانوان افغانستان بتوانند که دوباره به مکاتب، دانشگاه ها و محل کار راه پیدا کنند. وقت و زمان آن فرا رسیده است که افغانستان ما با همکاری مرد و زن دوباره آباد شود و زمینه های کاری برای مردم ما فراهم شود و اقتصاد مردم ما در نظر گرفته شود. وقت و زمان آن فرا رسیده است که مشکلات مردم ما دیگر گرسنگی و فقر و بیچارگی و ترس و هراس و خونریزی و آدمکشی و بیسوادی نباشد. وقت و زمان آن فرا رسیده است که در افغانستان عدالت برقرار شود و یک بانوی حکومت کند تا که بتواند این عدالت را برقرار کند. بناهن من عادل سادات کاندید مستقل به حیث رئیس جمهور افغانستان اعلان حکومت می کنم و من رئیس جمهور افغانستان در تبعید هستم. به حمایت شما ملت غیور افغانستان نیاز دارم تا که بتوانیم با هم یک جا متحد این طلسم بی‌عدالتی را در افغانستان بشکنیم و من الله توفیق.